بینندگان عزیز، محمد سعید کمال هستم. امروز ما تصمیم گرفتیم که از گوشه‌های معمول‌ترین وطن عزیزمان تاجیکستان، دهه شال شهر حصار گزارش آماده نموده باشیم. اینک سفر رو ادامه میدیم. بینندگان عزیز، حالا ما با باغ انگور وارد شده از نزدیک شناس میشیم. هنگامی که وارد باغ گردیدیم ما فکر کردیم که همه تاکزار یک نموده است و در حالتی که گشت و گذار کردیم اینجا چند نوع انگور را ما مشاهده کردیم. دهخونی برادر، قریب 7-8-10 نمود انگور هست در اینجا. هر نمودش تو وقت که تیرامو درام انگور تمام شد. وقت اگر می اومدیم هر نمود انگور بسیار بود. وقتی که با دستان خود این انگورها رو به دست میاری کیفیت دیگری دارد. بینندگان عزیز، هنگامی که ما برنامه‌های خارجی را تماشا میکنیم آنها هر یک جزئیات ها را صنعی نشان میدهند، ولی خوشبختانه در کشور ما این همه طبیعی نشان داده می شود. ماشینی که شما دیده برادران که من بر هم ماشین به من دهقان همین انگور سیاه ما به هوای دورو میزنیم. در من سه من در یک سال من 6 کار دورو میکنم، انگور ما 3 کار دورو میکنم. من همین سیاه من ببین یگان کار پای نداره. من در همین ماشین یک بشکه 5 لیتر از 500 لیتر ماندگی ناسوس گیردگی 100 متر شلان با واسطه هم تکنیکا ما هم دورو میکنیم. همین که سبوی توزیکسون که توزک خوشک میست. سلامت باشه. وقتی که انسان مهنت میکند و ثمره خوب به بار میآورد. وقتی که وارد باغ میشوی و با دستان خودت جمع آوری میکنی لذت این بهتر و زیادتر میگردد. ایسوبی من چند تا سیب بی 60 سیب زر هستی سو نیمش باست نیمش نباست اهی سه تا سیب گشت دیگه که با خودم بردیم با کسی با خاصان بگم بیست. باغ توجیکی، سیب توجیکی
لذت تاجیکی